کار ما غیر از امید و بیم نیست. هر کسی را همتی تسلیم نیست. تا وقتی که امید هست همه چیز ممکن است. فرق ندارد ثروتمندی یا محتاج، مشهوری یا ناآشنا. اگر در دلت یک پارچه امید زنده باشد تو زنده ای و زندگی همیشه امکانیت می آفرد. اما وقتی که امید می رود همگی آرام آرام فرو می رود. نقشه ها معنی نمی یابند، روزها رنگ خود را گم می کنند. امید نه چیزی کم بلکه همه چیز است. آن نفس است، نور است، راه است. همیشه آن را نگاه دار. حتی اگر تنها خطی باریکی مانده باشد در تاریکی روحت. همین خیلی با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید. ما برای شما بهترین ها را توصیه می‌دهیم.